سلام رفقای عزیزم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من کیومرث هستم و امروز دلم میخواد باهاتون یه دل گفتگو داشته باشم درباره یه چیز خیلی مهم، توکل به خدا. حتما برات پیش اومده و لحظه هایی که همه چیز سخت میشه، راه بسته است، دلت گرفته و نمیدونی باید چیکار کنی. آدم تو اینجور وقتا دنبال یه تکیه‌گاه میگرده و واقعا کی بهتر از خدا؟ توکل یعنی بفهمی که همیشه قراره همه چی طبق خواسته تو پیش نره، اما اگه به خدایی که از خودت بهت نزدیکتره اعتماد کنی، همون اتفاقا میشن نردبون رشدت. یعنی حتی اگه چیزی که میخوای نشه، مطمئنی که خدا بهترشو برات کنار گذاشته. توکل یعنی دل سپردن، یعنی آروم بودن تو دل طوفان، چون میدونی خدا حواسش بهته. و آخرش هر وقت خسته شدی، ناامید شدی یا از همه جا بریدی، فقط بگو خدایا خودت درستش کن، من دیگه سپردم بهت. همین یه جمله میتونه معجزه کنه. ممنونم که وقت گذاشتی و این حرفا رو شنیدی. اگه فکر میکنی این حرفا به دل یکی دیگه هم میشینه، براش بفرست. مراقب خودت و دلت باش.